صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. پایان کتاب یکم به جای آخر سخن. پیش از آن که نام ملت و زبان ما تحولات تاریخی را اثر گذرانیده تشکل یابد، تاجیکان طول عصرها برای استقلالیت و هویت خود با اجنبیان مبارزه های دور و دراز مذهبی و فرهنگی بردند. به همه معلوم است که تاجیکان خلق آریای اصل بوده از قدیم الایام ساکنان اصلی آسیای مرکزی می باشند و تاریخ آنها با تاریخ کل مردمان دیگری آریای تبار پیوند ناگسستنی و ریشه قوی دارد. این تاریخ خیلی پرپیچ و تاب بوده تا بیش و پهلوهای گوناگون آن هنوز پرراه آموخته نشده است. اما یک نکته معلوم است: سراپای این تاریخ از خون فرزندان آزادی پرست، وطن دوست و غیور و معرفت پرورش گلگون است. این ملت جانسخت که در هیچ دور و زمان برای غصب و تاراج دولت سرزمین شمشیر نکشیده است، گاهی به حکم بی‌عدالتی تاریخ زیر خاکستر جهالت می‌ماند، لیکن گمنام و ناپدید نشده چون شاهین دورپرواز باز بال می‌کشاد. ملت ما در همه دور و زمان فضل و خرد، آزادمنشی، دانش اندوزی، سربلندی و زندگی پاک و بیالایش را پیشه کرده، چون کوهسارانش اسارت ناپسند بوده مثل ارچه در دل سنگ ریشه دوانده عمر جاویدان یافته است. بیت شاعر که از نام خلق ملتش خطاباً گفته شده است بیانگر همین فکر است: جوشن من دفتر است و خنجر من خامه است، من نمی میرم به نامم جاویدانی نامه است. ولی صحیفه های از خون اجدادان گلگون تاریخ را مگر می توان فراموش کرد؟ هرگز. در قرنهای گوناگون بر اثر تاخت و تاز اجنبیان مردم شهرهای آوازدار تاجیک بارها از دم شمشیر گذشته مرکزهایش آنچنان خراب کرده شدند که به نگارش مورخان در آن شهرها غیر از گربه و سگ جاندار به چشم نمی رسیده است. البته تلخ است به یاد آوردن شکست و تنزل دولت و ملت، لیکن از رویدادهای واقعی تاریخی نیز چشم پوشیده نمی توانیم. باید آنها را بیاموزیم، بدانیم، با فرزندان فهمانیم تا که از گذشته عبرت بگیرند. راه آوردن به تاریخ و آموزش آن محض برای خودآگاهی، بیداری و هوشیاری ملت ما بسا ناگزیر است. به نظرم افتخار از گذشته تاریخی خلق و ملت خود وقت بجا و شایسته است که آن را دانی، درک کنی و از برد و باختش آگاه باشی. وگرنه افتخارت بی‌پایه است و بجز سرگردانی و گمراهی حاصل نخواهد داشت. استاد صدرالدین عینی فرمودند که کلمه تاجیک سراول نسبت به مردم آسیای مرکزی و خراسان کار فرموده شده، بعد از آن به همه تاجیک زبانان روی دنیا به کار برده شده است. معمولا کلمه تاجیک هم ردیف و هم معنای آریایی یعنی نجیب زادگان بوده است. به زبان امروزه تاجیکی معنای کلمه تاجیک مردم تاجدار، عالی مرتبه، آزادمنش است و نام امروزه تاجیک به عوض آریایی آمده است. همچون نام تاجیک زبان تاجیک هم تاریخ غنی و رنگین دارد و برای محافظت قلمرو هستی خود با زبانهای بیگانه همیشه در نبرد بوده است. تازیان بسا کوشیدند که زبان دری را از بین ببرند. با این خاطر متنهای اوستایی و معبدها را نیست و نابود و زبان پهلوی را بوقی کردند. آنها خانه به خانه، دیه به دیه، شهر به شهر گشته تاجیکان با معرفت را سر بریدند و با ضرب شمشیر کیش ما را سرکوب کرده آیین خود را جاری نمودند. آثار خط ساسانی، باختری، خوارزمی، دری و سغدی را آتش زده خردمندان تاجیک را
قتل عام و آواره و سرگردان ملک‌های بیگانه کردند. عموماً از بیخ و بن نیست کردن فرهنگ یک ملت به خصوص زبان وی خاص جهالت اصطلاحگران است. اجنبیان اصطلاحگر محض به همین واسطه به مقصدهای دون خود رسیده می توانستند. زیرا زبان برجسته ترین و گویاترین پایه، شناسنامه و نشان بقای هر یک خلق و ملت است. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.